دوستان عزیز السلام علیکم. امروز 11 اپریل 2026 سال میشود. قرار داریم در ناحیه قبادیان و امروز ما تک پیوند سیب و نوک شنیده شدیم. تک پیوند سیب این M9 و تک پیوند نوک با 29. پیش از آن که ما این رو شنونیم شربت آوا کردیم. پورو آوا شربت آوا نه پورو دو سطل پوروی تاری گوه رو گرفتیم، در 4 سطل خاک آمیخته کرده آب ریختیم و تر کردیم. اکنون این غذا گرفت، اینش هم سیب می باشد و در هم همونجا شنونده ایستاده‌ایم. این تک پیوند ها چه خدمت میکنن هنوز من رفته از اونجا به شما نشون میدم. یک مرتبه جنی بکنید چقدر من بریدم، دراز بودم، نوکش خشک شدگی بود. اکنون رفته نشون میدم چه خدمت میکنن اینا. من هم خیلی شنونده ایستاده‌ایم. بینید این تک پیوند هم خیلی شنونده میشود. بینید من خیلی ما خاک رو گرفتیم، یک تاش رو میگیریم و اوره میشنونیم. برای چی اوره میشنونیم؟ قریبی که بالای زمین است اوره میشنونیم، چون که این بالای این اینجا برک کرد. انمی جویک هایی که بالای جویک است، منم جویک بلندی است، بلندی بالای وی ناوده کردگی خوب میرود. ناوده هایی که در برگ پیوند در تک پیوند میبیاید، در تک پیوند میبیاید بولو میبروید، خوک بولوی وی برومده وی ناوده ها ریشه میکند و بعد بومو تیرمو وی ناوده ها رو بریده میگیریم، برده برای تک پیوند استفاده میبریم. من همیخیل این با 29 این تک پیوند نوک می باشد که امرو اگر در بالای این تک پیوند نوک پیوند کنید، امسال سال دیگه نوک شما میبندد و نوک شما 20 سال حاصل میدهد. 20 سال خوب یک عمری است. 20 سال پس بعد واقعا نو میکنید. 20 سال زندگانی کنیم، یک عمری است 20 سالشم. این تک پیوندی با 29 سوپر اینتنسیوی خدا خواهد اینجا ما مادری کرده ایستاده‌ایم. هر سال من از اینجا اگر 4000 و 6000 دانه تک پیوند گرفتم، پیوند نوکای بهترین رو پیوند کنم، این بهترین میشود که از خارج کشور نبیاریم. انا خیلی ما میشنونیم با چوبوق میکنیم. من خیلی آب مونده ایستاده‌ایم. ببینید من آب رو مایده میمونید، آب رفتن میگیرد. انا ببینید مایده میمونید، آب رفتن میگیرد. اینجا ما بادام شنوندیم کوریدیم. ببینید دانه بادام من برومد کنیش. انا افتم. انا بادام ها برومدن سر کردن. در رولوی بادام ها پیوند میکنیم، بادام های بهترین میکنیم و انا دیدید و بادام های بهترین رو از خودمون میبروریم. خدا خواهد انا دیدید برومده ایستاده است. ای انجیده بسیار برومده است. نبینید شو بینید. دیدید این چخیل بسیار برومده است. خلاصه گپ همش برومده ایستاده است. خدا خواهد بسیارش رو با خورد، زردال رو خورد، آلو رو خورد، بادام رو نیمش رو خورد. روباهی حقیقی است. چورپوی من همدوران عزیز، مهنت شرف است. مهنت کنید راحت میبینید. مهنت میکنیم برای آینده تاجیکستان رو آباد کنیم. در پناه خدا باشد. با کسی معقول شدگی باشد یک تا لایک مونید، دریغ ندارید یک تا لایک رو. خدا نگهبان هر یک شما باشد.